در جریان عملیات تصفیه البرز ولسوالی چمتال ولایت بلخ از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد. رهبری این عملیات را از 2 روز به این سو عطا محمد نور والی بلخ بر عهده داشت. در جریان عملیات یاد شده مناطق مسجد سفید، بارگ افغانیه، بارگ ترکمنیه و ساحات پشمقلی ولسوالی چمتال از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و خانواده هایی که در اثر ناامنی به جا شده بودند دوباره به ساحات خود برگشتند. والی بلخ میگوید در این عملیات 10 طالب مسلح کشته شده و به نیروهای امنیتی افغان نیز تلفات وارد شده است. در مجموع 40 نفر جمله کشته شده شد. از مجموع این بام البته تعداد 6 تا 7 نفر شهید و چند نفر هم زخمی داریم. با این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح می‌داند میگوید که در اثر این عملیات 17 نیروی دولتی نیز کشته شده و بیش از 10 تن دیگر مجروحند. نیروهای امنیتی افغان 5 طالب مسلح را زنده دستگیر کردند.